Ya Allah, 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 Ya دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. عید مبارک. هدیه رب تبارک بر شما، عید
فطر آمد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگی است، تا بشه فضل خدا بر زندگی است. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده.